أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. پروردگارا ما را به تو پناه میبریم از این وبایی که به نام کووید 19 در جهان گسترش یافته است و جهانیان در برابر مخلوق کوچک و ناچیز تو عاجز ماندند. الهی مردم و وطن ما را از شر این بلا در امان خود نگه دار. این وبا را از همه بشریت و خاصتا مسلمانان جهان و مردم افغانستان و علل خصوص محصلان وطن و محصلان پوهنتون سلام را دور داشته باش تا باشد که دروس خویش را به شکل نرمال آغاز نمایند. در مقدمه باید گفت که اصول مطالعات صلح و حل منازعات کورسی است که 2 کردیت دارد و در دانشگاه سلام برای محصلین دوره لیسانس دانشکده حقوق مضمون لازمی میباشد. مطالعه این کورس برای شاگردان که مطالعه صلح و حل منازعات دلچسبی داشته باشند توصیه میشه. این کورس 3 فصل دارد و برای 15 جلسه درسی اختصاص داده شده است و شامل معنا، تعریف مفهومی حل منازعه از دیدگاه سازمان ملل متحد می باشد و از موضوعات و مسائل، نظریات و چالش ها، اسباب و تکنیک های مطالعات صلح و حل منازعه نیز سخن رفته است. چیزی که در این کورس خواهید آموخت: هدف کلی اصول مطالعات صلح و حل منازعه معرفی رابطه ذات البینی صلح، منازعه و حل درگیری است و در بحث صلح و حل منازعه مسائل حساس مربوط استفسار خواهد شد. درک این اصول شما را قادر خواهد ساخت که بعضی راهکارها و تدابیر اساسی مطالعه منازعات را توضیح دهید. در واقع این کورس شما را در برابر مسائل مربوط به حل منازعه در سطح محلی، ملی و بین المللی نیز قرار می‌دهد. این کورس درک شما را در مورد اینکه ارزش‌ها، منابع، نیازهای روانی و مدیریت اطلاعات می‌توانند باعث درگیری در جهان گردد را بالا خواهد برد. این کورس نشان می‌دهد که چگونه حل منازعات می‌تواند سبب ایجاد صلح پایدار در بین افراد مخالف در یک کشور گردیده و موفقیت سیستماتیک حل منازعه در مرحله پنهانی را افزایش می‌دهد. هدف کورس: هدف کورس این است که شما را با دانش مجهز بسازد که مسائل بنیادی و ضروریات اصول اساسی مطالعات صلح و حل منازعه را درک کنید. برای رسیدن به این مقصد موضوعات ذیل به شما معرفی می‌گردد: پیشینه عمومی مبانی مطالعات صلح و حل منازعه، معنا، جریان، مسیر مطالعات صلح و حل منازعه، ماهیت منازعه و فرایند حل آن، مزایای آموزش صلح و نظام جهانی مطالعات صلح و حل منازعه، اهمیت مناقشه اجتماعی و مدیریت منازعه، تغییر و حل آن. مقصد کورس: هر درس این کورس مقصد خاص خود را دارد که در اول درس آورده شده و در آنجا ذکر گردیده است. در پایان کورس شما می توانید معنا و ماهیت منازعه را تعریف و توضیح دهید. در مورد علل و انواع منازعه بحث کنید. درباره مسائل تحلیل منازعه، مدیریت، حل و تحول آن مناقشه نمایید. نقش ارتباطات و زبان در منازعات را توضیح دهید. فرایند حل منازعه، میانجیگری، مذاکره، حکمیت، دادرسی، آشتی و غیره را توضیح دهید. اهمیت نقش مداخله در منازعه را بیان کنید.
مراحل پنهانی منازعه و عکس العمل احتمالی را پیش بینی کنید. با مسائل جهانی صلح آوری آشنا و در مورد آن بحث کنید. فصل اول این کورس شامل مفهوم اساسی منازعه است. در مفهوم اساسی منازعه درس اول تعریف، علل و انواع منازعه میباشد. درس دوم نظریه های منازعه میباشد. درس سوم فازه های منازعه میباشد. درس چهارم تجزیه و تحلیل منازعه میباشد. درس پنجم تغییر شکل منازعه میباشد و به فصل دوم میره. در فصل دوم پویایی منازعات یعنی دینامیک منازعات. در درس اول رابطه بین تصور، درک و فهم و منازعه. در درس دوم معانی لفظی در منازعه و حل آن. درس سوم هشدار زود هنگام و مکانیزم پاسخ اولیه. درس چهارم کنترل تسلیحات و غیر نظامی کردن، دیمیلیترایزیشن. درس پنج صلح و آموزش. در فصل سوم روش‌های معمول در مسائل جهانی مورد بحث قرار میگیرد که در این فصل درس اول سازمان‌های بین المللی، قاره‌ای و منطقه‌ای مشوق صلح جهانی. در درس دوم روش‌های حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات و منازعات. در درس سوم روش‌های حل و فصل منازعه مسالمت آمیز مناقشات. در درس چهارم روش‌های اجباری حل درگیری. در درس پنجم موضوع جنسیت و مداخلات بشردوستانه. حالا میایم به هفته اول. در درس اول تعریف، علل و انواع منازعه خوانده میشه. فهرست این درس ابتدا معرفی است، دوم اهداف این درس است، سوم محتوای اصلی درس است. باز به تعریف مفهومی و پیشینه تاریخی منازعه خواهیم رفت. علل منازعه را خواهیم دانست، انواع منازعه، طبقه بندی منازعه، بالاخره به یک نتیجه و خلاصه و وظایفی که مشخص شده برای محصلان عزیز که اونها انجام میدن هم تذکر رفته است. حالا میایم به معرفی منازعه. کلمه منازعه به این دلیل که از زمان آغاز وجود بشر در جهان در تمام حوزه‌های زندگی انسان وجود داشته است، لذا منازعه به اندازه قدامت بشر قدامت دارد. در گذشته های نچندان دور با وجود یک منابع عظیم انسانی و مادی توسط ملت‌ها، کشورها، سازمان‌های منطقوی و بین المللی مانند سازمان ملل متحد با مقصد حفظ صلح پایدار در جهان و مدیریت منازعه بین ملت‌ها و کشورها به مصرف رسید. اما هنوز هم منازعه علی رغم این کوشش‌ها در گوشه و کنار جهان همه روزه داغ است. موضوع منازعه داغ است و بیشتر هم شده است. ادامه آن سبب کاهش نیروهای بشری و منابع انسانی در مناطقی که نزاع وجود دارد شده است. بحران‌های جهانی نه تنها کاهش نیافته بلکه خطرناک هم گردیده است. حکومتداری را در این گونه مناطق ادامه منازعات ناتوان و ضعیف گردانده است. اهداف درس است که در پایانی بخش شما باید بتوانید منشأ کلمه منازعه را بشناسید، منازعه را با کلمات خود تعریف نمایید، در مورد علل منازعه بحث کنید، انواع منازعه را توضیح دهید. حالا میایم به محتوای اصلی منازعه. در محتوای اصلی منازعه کلمه منازعه یعنی کانفلیکت با معنای تضاد و تناقض
ناشی از تفاوت‌ها و اختلاف‌ها در منافع، عقاید، ایدئولوژی، جهتگیری، باورها، ادراکات و گرایش‌های اطراف یا آنهایی که با هم درگیرند می باشد. با وجودی منازعه پدیده عادی، طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی انسانی است در تمام استوای جامعه، چه استو داخلی باشه، روانی باشه، فردی باشه، بین فردی باشه، گروهی باشه، بین گروهی باشه، نهادی باشه، ملی و منطقه‌ای و بین المللی باشه وجود داره. منازعه همیشه در ذات خود یک چیز منفی نیست. منازعه میتونه پدیده دو محصوله باشه، یعنی هم مثبت و هم منفی باشه. یک پدیده دو محصوله اجتماعی باشه و اغلباً منجر به تحول و تغییر سازنده و مفید شد. دانشمندان مکاتب فکری متفاوت با وجود تعریف‌های مختلفی که از منازعه کردند، تقریباً اکثریت آنها با یک پلتفرم توافق دارند، با هم توافق دارند. مثل کویسی رایت، با وجود که تعریف‌های داشته، او در تعریف خود مفهوم مناظره را از مفهوم رقابت جدا میکنه. اگر در تعریف مفهوم منازعه دقت کنیم، کلمه کانفلیکت یا درگیری اصلا از کلمه کانفلیگر یا کانفلیجر گرفته شده که معنای با هم اعتصاب کردن میباشه. البته منازعه در زبان عربی ریشه دیگری داره که ما در او نمیپیچیم و منازعه که ما در نظر داریم بحث کنیم همون که به انگلیسی آن را کانفلیکت میگویم. در فرهنگ لغت وبستر جلد 1 کلمه کانفلیکت یا منازعه را به معنای اعتصاب کردن، نبرد، مبارزه، برخورد، مشاجره، رویارویی، بحث و جدل، نزاع، مخالفت فعال، عدم سازش، برخورد، تضاد و ناسازگاری معنا کرد. آنطور که گفتیم دانشمندان بسیاری از مکاتب فکری مختلف تعریف‌های متفاوت، مفاهیم و نظرات مختلفی از منازعه در سراسر جهان داشتند و آنها به یک چیز فکری به توافق رسیدند، مانند کویسی رایت منازعه را با مثابه مخالفت در بین شخصیت‌ها یا نهادها اجتماعی که علیه یکدیگر توجیه شده تعریف می‌کند. این تعریف مفهوم منازعه را از مفهوم رقابت جدا می‌کند که می‌بینیم. رقابت را با مثابه مخالفت در بین نهادهای اجتماعی که مستقلاً برای به دست آوردن چیزی یا منابعی که نمی‌توانند همه را کفایت کند، که او منابع نمی‌تواند همه طرف‌ها را کفایت کند، هر طرف سعی و تلاش می‌کند تعریف کرده است. از این تعریف ما می‌توانیم دو چیز بیرون کنیم. اول، دیدگاه قدیمی نزاع را ملی و اجتناب پذیر می‌پنداشت. این تعریف با او مخالف است. دومین چیزی که می‌توانیم استنباط کنیم است که نزاع و رقابت دو سر یک زنجیر میباشد.
یعنی منازعه رقابت تشدید شده و سخت شده میباشه. یا به معنای دیگر منازعه زمانی آغاز بشود که نارضایی ناشی از رقابت حل فصل نمیشه یا نمیتواند رفع شود. در این صورت وقتی منازعه از بین نمی رود باید پای مدیریت منازعه به میان کشانده شود و مدیریت منازعه شروع شود. مدیریت رقابت بین طرف ها ساده و ممکن است. از طرف دیگر منازعه را میبینیم که یک جریان یا فرایند است، از یک جای آغاز میشه ادامه پیدا میکنه. مثل از عدم منازعاتی که عدم خشونت دارن به خشونت و یا ای که به بحران میرسن بالاخره بحران به جنگ منجر شد. با در نظر داشت شدت، خشونت، ساختار و شخصیت طرف ها یعنی طبقه، قوم، گروه های مختلف مذهبی و نژادی و سمتی و یا شخصیت های سیگانه ملی، منطقوی و بین المللی، منازعه را به اشکال مختلف طبقه بندی کردن. به همین اساس طبقه بندی میشه. اگر منازعات مدیریت نشوند یا مدیریت های منازعه ناکام شوند، منازعه بدون خشونت میتواند به منازعه خشونت آمیز مبدل شود. مثالش اگر منازعه دو رئیس جمهور در افغانستان که در نتیجه انتخابات سال 1398 و وجود آمد مدیریت نشود یا مدیریت منازعه از حل آن ناتوان شود، وضعیت بدون خشونت فعلی و وضعیت خشونت آمیز بدل خواهد شد. از نظر رایت جنگ خودش نوعی از منازعه می باشه. آگاهی و درک ویژگی های اجتماعی جنگ در شرایط مختلف باعث یادگیری روش های مناسب برای جلوگیری و مدیریت و پیروزی در جنگ میشه. اینان جنگ را می توانیم در قالب دو مفهوم حقوقی یعنی اطراف درگیر به طور مساوی مجازاً موضوع مورد منازعه را با استفاده از نیروی مسلح حل نماید و یا در مفهوم جامعه شناختی جنگ به درگیری به اندازه قابل ملاحظه توسط نیروهای مسلح در بین اطراف سیاسی است. جنگ پدیده اجتماعی شناخته میشه و علل گوناگونی دارد، مانند عوامل فرهنگی جامعه پذیری، اعتقادها، باورها و غیره که باعث کاهش یا افزایش جنگ میشه. کریسبرگ جنگ به عنوان رابطه بین دو یا چند طرفی که معتقدند که آنها با هم اهداف ناسازگار دارند تعریف میکنه. اکشن اید هم جنگ و منازعه را رفتار ناسازگار بین گروه هایی که منافعشان به طور واقعی یا نظری متصادم و یا متضاد است میپندارد. از این تعریف ساده میتوانیم نتیجه بگیریم که منازعه از روابط اجتماعی ناشی میشه و همچنان گروه ها و یا طرف های درگیر باید خود را در گروه ها منسجم نمایند و در نزدیکی فیزیکی و روانی با هم قرار داشته باشند. حالا علل منازعه چیست؟ Cause of conflict. منازعه اجتناب ناپذیر است. در زندگی هر فرد، چه در خانه باشه، محل کار باشه یا در اجتماع یا حتی زمانی که ما در اتاق خوابمان بدون تعامل با کسی خواب هستیم،
اتفاق میفته، مثل ما منازعه درونی، درون فردی. علل چیزهای زیادی هست، علل زیادی هست که باعث منازعه میشه که مجموع علتها را میتونیم در 4 طبقه از نظر بگذاریم. که یکی منازعه بر سر منابع می باشه، منازعه بر سر نیازهای روانی می باشه، منازعه بر سر ارزش ها هست و منازعه که از اطلاعات ناقص و ناکافی با وجود میاد. در نتیجه اطلاعات ناکافی و ناقص با وجود میاد. حالا منازعه بر سر منابع، یا conflict over resources. این قسم منازعات ملموس و قابل دید است و به همین خاطر با آسانی قابل حل هم هستند، دیده میشه و درک میشه. منازعه بر سر منابع زمانی با وجود میاد که طرفها بر سر منابع ناکافی و یا تصور میکنن که این منابع ناکافی است برای همه از ما، در یک دوره از زمان با هم رقابت میکنن. هر یک میخواهند که از این منابع ناکافی سود بیشتری ببرن، استفاده بیشتری بکنن نسبت به دیگری. اگر این منابع به طور مساوی یا عادلانه و یا عادلانه بین اطراف توزیع نشود یا نشده باشه، رقابت آنها به طرف منفی روان میشه و جهت مخرب را اختیار میکنه. چرا محروم همیشه در فکر و تلاش به دست آوردن حق خودش میباشه. این نظر با نظریه مارکسیستی که میگوید که به هر اندازه‌ای که اندازه نابرابری توزیع منابع کمیاب در جامعه بیشتر باشه، با ما اندازه تضاد منافع در بین طبقه بالا و پایین جامعه، یعنی طبقه مسلط حاکم و طبقه محکوم و جامعه بیشتر میشه. به هر اندازه‌ای که تضاد منافع در بین دو طبقه بیشتر شود، و طبقه غالب یا مسلط با تمایلات ظالمانش بیشتر توجه کنه، بخشای محکوم یا طبقه محکوم از منافع جمعی خودشان آگاهی بیشتری کمایی میکنن، حاصل میکنن و در نتیجه سیستم توزیع منابع را زیر سوال میبرن. آنها نارضاییشان را از وضع موجود ابراز میکنند و علیه نظام متحد میشوند و منازعه آشکار علیه طبقه غالب یا حاکم اقدام می‌نمایند. خب این منابع میتونه دارایی های منقول باشه، غیر منقول باشه، پول باشه، مالکیت باشه، سهم شرکت باشه و یا چیزهای دیگری باشه. اکثرا منازعات بر سر صورت. در منازعه بر سر نیازهای روانی، یک قسم منازعه و درگیری بین طرفها، گروهها، افراد وجود داره ولی دیده نمیشه. اما در نظر گرفتن از او روح و روان فرد، در نظر نگرفتن نیازهای روانی روح و روان فرد، گروه را که اونها به شکوفایی و احترام نیاز دارند جریحه دار میسازد. وضعیتی که یک گروه میخواه از گروه دیگر بهتر باشه را متاثر میسازد. آنند نظریه موزلو میگوید که اگر
یک نیاز به دست آمد، رفع شد، انسان نیاز دیگری را پیش میکشه، یعنی سلسله نیازها بیشتر و بیشتر میشه. دیگر از انواع علل منازعه بر سر ارزش هاست. Conflict involving values. سیستم های ارزشی متناقض مانند اعتقادات مذهبی، موقعیت های ایدئولوژیکی و جهانبینی کلی عامل منازعه اجتماعی بین طرف های درگیر میشه. منازعه های ارزشی از جمله مشکل ترین درگیری های هستند که به سهولت درک و حل و فصل نمیشه، چون بسا اوقات دیدیم که مردم حاضرند برای معتقداتشان یا باورهاشان بمیرند. ویور فرهنگ به کوه یخ تشبیه میکنه که در درون آب است. قسمت درونی آب را، قسمت یخی که در درون آب است، این فرهنگ درونی نام میگذارد. یعنی فرهنگ چیزهایی داره که دیده نمیشه و چیزهایی داره که دیده میشه. قسمتی که دیده میشه و کمتر است از قسمتی که در داخل آب است. این فرهنگ درونی به طور ضمنی در طول عمر آموخته میشه و با بسیار مشکلی و دشواری میتونه تغییر کنه و او یک بخش عظیمی از فرهنگی کلی است. فرهنگ درونی عبارت است از اعتقادات، ارزش‌ها، شیوه نگرش، ارتباطات غیر کلامی، تصورات ما و دیگر چیز. این تصورات و باورها با هم ربط دارند، مرتبط است و در طول زندگی آموخته میشه و با سختی هم تغییر میکنه. نمونه های قسم منازعات ما در تاریخ هم دیده میتونه، مانند جنگ سرد، تروریسم، درگیری های مذهبی، بحران ها. مثلا منازعه‌ای که در سال 2005 سپتامبر 2005 از پخش یک کارتون در یک روزنامه دنمارکی با وجود آمد و غیره. حل این مشکلات، این نوع منازعات خیلی دشوار است و زمان میبره. دیگر از علل منازعه و مناقشه است که از اطلاعات ناقص سرچشمه میشه. دستکاری اطلاعات عاملی از عواملی است که میتونه باعث درگیری در هر جامعه شود. اطلاعات میتونن جعل شوند، ساخته شوند، دستکاری شوند. این نوع اطلاعات در منازعات اجتماعی نقش محوری داشته میشه. اما هنگامی که منازعات حاد شود در بین اطراف، نقش اطلاعات بسیار مهم و خطرناک هم میشه. در جامعه که اطلاعات پنهان شود، تحریف شود، دستکاری و جعل شود، درگیری در او جامعه ناگزیر است. اطلاعات با روش‌های مختلف دستکاری و تحریف میشه. مثلا مردم با دروغ تغذیه میکنن، اطلاعات نادرست میدن، افکار عمومی را منحرف میسازن
یا اطلاعات درست میدن در زمان نادرست. در جوامع معاصر امروزی کمیت و کیفیت اطلاعات و یک طیف گسترده از عوامل مربوط میشه، از سطح سواد گرفته تا انسجام اجتماعی، تا ثبات، تا فناوری های موجود. رسانه ها، چاپی، تصویری، سمعی، بصری، مرکزی دستاورد کیفیت اطلاعات عمومی است. مخصوصا در جوامعی که اختلافات موجود است، رسانه ها در تصمیم گیری ها و محدوده درگیری ها نقش عمده بازی میکنند و یا حتی تصمیم ها و محدوده ها را با وجود میآورند و گاهی هم باعث به خشونت کشاندن منازعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میشه. همین قسم رسانه ها در کاهش اثرات خشونت و ارائه علالبدل منازعه هم میتونن نقش مهمی را داشته باشند. از طرف دیگه میبینیم که ارتباطات بخش جدایی ناپذیر منازعه است. اینا کسانی که در خشونت های سازماندهی شده شرکت میکنن به منظور حمله به مخالفانشان، صدمه زدن بر مخالفانشان از رسانه ها استفاده میکنن، اطلاعات غلط را پخش میکنن، تلاش میکنن که با این اطلاعات حمایت داخلی و خارجی را به دست بیارن. دوری فیزیکی، زبان، داوری ارزشی شنوندگان میتونه باعث تحریف معنی و انحراف ارتباطات شد. انواع منازعه، types of conflict. منازعه انواع زیادی داره. با این انواع منازعه در زندگی روزمره با او روبرو میشه. از جمله منازعه درون فردی است، interpersonal conflict. این نوع منازعه در درون فرد رخ میده، مانند از این که شریک زندگی را چطور انتخاب کن، کی را انتخاب کن، کدام یکی را انتخاب بکن. با خود در منازعه است. پرسش های اخلاقی در اهداف، در آرمانهاش چه هدفی و چه آرمانی داشته باشه، یک کشمکش درونی گرفتار است. منازعه بین افراد، درگیری یا مناقشه و منازعه بین دو یا بیشتر از دو بر سر یک موضوع، این منازعه بین افراد. منازعه درون گروهی است، نوع دیگرش intra-group conflict. در این نوع منازعه درگیری در بین اعضا و یا جناح‌ها در داخل یک گروه می باشه، به خاطر رسیدن به مقام، به خاطر تحمیل اندیشه ها، برداشت ها در بین اعضا و یا جناح‌ها در داخل یک گروه باشه. یا رسیدن مثلا در امریکا یا کشورهای دیگر در بین حزب انتخابات درون حزبی باشه، با یک دیگر کشمکش دارند تا یک کسی انتخاب شود، درگیر میشوند. منازعه بین گروهی است. در منازعه بین گروهی بحث بر سر درگیری بین گروه هاست، مانند در یک باشگاه با باشگاه دیگری، سپورتی در برابر دیگر، یا یک صنف در برابر صنف دیگر، یا یک خانواده در برابر خانواده دیگری. بین گروه هاست، احزاب بین خود منازعه دارند. دیگر از نوع منازعه ملی است. منازعه ملی به درگیری های گفته میشه بین گروه های مختلف
در داخل یک ملت احزاب، گروه های دیگری قومی و غیره، این میتونه ناشی از اختلافات اقوام باشه، بین مذاهب باشه، یا همچنان بر سر دستیابی به منابع با هم درگیر شوند یا در رقابت باشند، کشمکش کنند. این نوع منازعات میتونه وجود داشته باشه. منازعه دیگه منازعه بین المللی است. این نوع منازعه غالبا یا همیشه در بین کشورها و ملت ها می باشه و میتونه این منازعات دلایل زیادی داره، به دلایل ایدئولوژیک، ادعای ارزی، رقابت های سیاسی، اقتصادی و غیره میتونه باشه. حالا طبقه بندی منازعه. منازعات طبقه بندی میشه. تد رابرت و کوینسی رایت سطح خشونت را به جای حضور و عدم حضوری و معیار طبقه بندی منازعه میشه. این که منازعه چی نوعی است این نیست. اونا منازعه را طبقه بندی میکنن که در اونجا سطح خشونت، شدت خشونت، ضعف خشونت چقدر است به او اساس طبقه بندی میکنن. رایت برای مثال میگوید در بین درگیری عادی که خشونت به مقیاس کوچک در سطوح فردی گروهی است و جنگ که توسط نیروهای مسلح یک کشور انجام می شود یا کشورها انجام می شود فرق میگذارد. منازعه عادی و جنگ فرق دارد. همچنین گور بین اختشاش که میتونه به مقیاس کوچک خشونت آمیز و یا غیر خشونت آمیز و شورش و جنگ داخلی تمایز قائل میشه. یعنی در طبقه بندی منازعات بیشتر اینا به شدت منازعه میبینن تا به انواع و مختصات منازعات. منازعات غیر خشونت آمیز در یک طرف و خشونت آمیز در طرف دیگری گذاشته و بعد مورد تجزیه و تحلیل قرار میده. نوع دیگری از طبقه بندی منازعات منازعه ساختاری و غیر ساختاری میشه. درگیری ساختاری مربوط به کشورها میشه و زمینه از او هم توسط عوامل داخلی مهیا میشه. درگیری های ساختاری از بی‌عدالتی و سرکوبگری ظالمانه ساختارهای سیاسی و اجتماعی ناشی میشه. عوامل ساختاری نابرابری در بین گروه ها برای دسترسی یا امکان دسترسی به امتیازات و منافع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مثل آموزش و پرورش، توزیع درآمد، بیکاری، کنترل قدرت سیاسی اینا میشه. انواع یا این نوع منازعات در قاره افریقا و آسیا زیاد به نظر میرسه. یعنی منازعاتی که در این دو قاره در بین وجود داره در کشورها از همین نوع است. منازعات ساختاری از سیستم سیاسی، چیزی نوع سیستم سیاسی در کشور هست ناشی نیست، بلکه منازعات ساختاری نتیجه سیاست های خاص و اقدامات دولت هست. این نوع دولت هایی که به این مشکل روبرو هستند با مشکل میتوانند عمر درازی داشته باشند. طبقه بندی دیگری منازعه هم بر اساس شخصیت اطراف منازعه می باشه که در طرف های منازعه که ها قرار دارند، مثل منازعات قومی، مذهبی اینها می باشه.
در این طرف منازعه اینها کیها هستند؟ و اینها تعلق داره. حالا بالاخره میرسیم به یک نتیجه از این درس یا conclusion. چیزی که از بحث بالا میتوانیم نتیجه بگیریم که مفهوم منازعه، خود منازعه، درگیری در زندگی انسان ها اجتناب ناپذیر است. چون گفتیم که منازعه یک پدیده دو مسئوله اجتماعی است، همیشه منفی نیست، میتونه مثبت هم باشه و باعث تغییر و تحول شد. و دیگه ای که درجه یا شدت درگیری است که منازعات از یکدیگر متفاوت میشه. نگرش و یا حالت و یا رویکردهای طرفهای درگیر این شدت منازعه را تعیین میکنه که تا چه حد اینا شدت داره. خلاصه این که در این درس ما زمینه‌های تاریخی را تعریف های مختلف منازعه را دانشمندان مختلف به طور انتقادی مورد بررسی قرار گرفت. علل و انواع مختلف منازعه بحث شد. طبقه منازعه، تقسیم بندی منازعه شناخته شد. تا حدی از مفهوم منازعه در درستی هم حاصل گردید. حالا محصلین عزیز، کارهایی که شما باید انجام بدید است که در مورد مفهوم منازعه به طور انتقادی نظر خود بیان کنید. آیا منازعه برای انسان نتیجه منفی داره یا مثبت؟ در این مورد بحث و گفتگو کنید. آیا می توانیم درگیری ها را در اجتماع کاملا ریشه کن کنیم؟ در این مورد شما بحث و گفتگو کنید و میتونید به خواسته باشید منابع زیادی در کتابخانه هم وجود داره، کتاب های هم هست، منازعات قومی، منازعات دیگری مراجعه کنید یا به این منابع اگر توان داشته دسترس باشه شما به این دسترسی پیدا کنید و او را